دوستان خوش اومدین به ویدیوی دیگه. امروز قراره با هم بریم یه از کلش اسکواد بازی کنیم و اگر من این کلش اسکواد رو ببازم، و این ویدیویی که آپلود میکنم لایکش بشه بالای 50 یا 40 تا فرقی نداره و با کامنتاش هم بالای 40 یا 50 تاشه و هر دو مثلا یکیش، مثلا حالا من اسم میکنم بهتون میگم، مثلا لایک ها میشه 41 یا مثلا لایک ها میشه 45 تا، کامنت ها میشه 45 تا. شما اسکرین میگیرید و من همینجا این چیم اینستامو براتون میذارم، آخر سر براتون پیج اینستامو میذارم. اگه صداشون ببندم، اگه من ببازم و لایک و کامنت یکی شد، پیج اینستامو میذارم داخل دایرکت برای من ارسال کنید. من بهتون کد جم 110 تایی برای اکانتتون میزنم. حالا بریم سراغ بازی. اگه باختم البته بریم ببینیم. اگه باختم اینستامم آخر سر میذارم که کنید دیگه. من توی دایرکت ارسال چون مرد بعد تو سرعت بزنم برام پشتشون با تبر بزنم یا اون داز نشد زخ شد زدنش. امیدوارم این ویدیو از این ویدیو خوشتون بیاد و از این سبکا و این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو ساب کنید. این ویدیو رو لایک کنید و چنل منو ساب کنید. زنگ دارم فعال کنید تا هر موقع ویدیو میذارم براتون بیاد. خیلی دوستتون دارم. حالا بریم سراغ ویدیو. زدیم تبر باباشو خوردم. دوستان اگه وقتی این ویدیو رو اگه داریم میبینین، قطعا ویدیویی که گذاشتم، ویدیوی این سالگرد 7 ساله فری فایر آپدیتش، قطعا اونم اگه ندیدید ببینید. کاراکتراشو گذاشتم که کاراکتراش چه تغییر میکنن و چه کاراکترهای جدیدی میاد تو بازی. وای نخریدم. چه کاراکترهای جدیدی میاد تو بازی و اون کاراکتری که بوده چه تغییر میکنه، همه چی رو گذاشتم. برید ببینید و حال کنید دیگه. اگه ندیدید حتما برید ببینید. اسکوش کردم میزنه اینو. کجا اینمی درک نمیکنه. نمیدهیدم تا الان. بس کوشش کردم سگی ها این متاسفانه انگار که الان باید پیشرفت این از این متاسفانه قرار نیست جمع بدم. یعنی خب هنوز 2 راند مونده و ممکنه ران بگیرن. از ما ران بگیرن کارمو تمام. از ما ران بگیرن گانشون هیتر میشه، همینجور آنشون میبرن بالا، سخت میکنن، گان خفن میگیرن، همین ما رو میزنن. حال داشتمون مدبوی به قول مدبوی که ران نده بهشون، ران بدی بهشون باباتون میخوره.
کلشه رو بگیرم. یک بزن دیگه واکر بازی شدم بزن. من خواستم اون کیل کنم نشد. ای وای وای من حواسم نبود داره گوشو میزنه لعنتی. حواسم نبود. دوستان مثل اینکه شانس دارید، مثل اینکه داریم برمیگردیم به بازی. حتما اینستای منو فالو کنید. اینستای منو فالو کنید. بعد اگه این دست رو باختیم لایک و کامنت یکی شد و بالای 40 تا شد برای ما توی دایرکت اسکرین شاتشو بفرستید. ما برای آیدی اکانتتونم بدین و براتون 110 تا جم بزنیم. توان مالیمون همینقدر دوستان. ما بپذید دیدم قدم آخه نمیدیدم انگار بابا چرا نمیگشه بارا. او نو نزده سلامات. بابا نمیکشه بالا. نزدیک بودم 351 بینازم خوب داریم پیش میریم پرانه. کجا شد؟ مثلا یارو نمیبینم همین الان. مثلا بغلم که نمیتونه زده باشه. الان که خونه رو بروی من بود چجوری منو زد بشو. یاد داریم پیش میریم این دوری که من اشکال ندارم. هنوز زندم. دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. از این سبت اگر دوست دارید بگید که براشون از این ویدیو ها بگذاریم کتابی رفت یا رفت سراغ کتابی و مثلا مربوط میشه من چرا به دیپور جسویدم یه لحظه داشتم چی میکردم داشتم چرا درست میکردم تو اتاقم من چرا انمی درک نمیدم اینجا بزنم باباتون کجایی انمی های گل سیمبال مال کسی هست مال هم که کسی نخوره نمیه کجا آقا یه نمش اینجا نمیتونم رو هدش بگیرم برم باباتون نخوره کارت دو ساعتی هم خیلی واقعا خوبه درد میخوره واقعا کردیم مشتنگلی یه زده اسکو شدید شدید آخ مردم وای تک به تکن ببینیم چی بشیم دیگه یاره احتمالا الان اینم الان کلاش داره همون ایکش رفت سخته وای بگیرش دیگه یارو رو راحت میتونستی بزنی یارو با دبل رو هدت قفل کرده وای یارو با دبل کمبک خوردیم وای یارو با دبل رو هدش قفل کردینم مرد وای خدا یارو با دبل رو هدش قفل میکنه داره نگاه میکنه در رفت خدا یارو اینطوری نگاه اصلا یارو اینجاست یارو اینجا داره مکیت میزنه رو هدش رفت کرد منتظر موند تقصد پاس کلش فشار خورد یه لحظه ولی خوش کن نمیده دیگه اون نموزشی نیومده
این چشکی نیومده بود که. ای وای، این اول شخص چه رو بود؟ پشمام یاد از این اول شخصه، یاد با کرد انگار. اما برای بعضی هم میانون اول شخصه. توی آپدیت جدید اول شخص هم میاد داخل. خب دوستان، ما باختیم، کامک رویایی خوردیم، اما اشکال نداره. اگه این ویدیو بالای 40 تا لایک بخوره، اصلا ما میگیم 30 تا کمه، ولی حالا سعی کنید بالای 40 تا حمایت کنید لطفا. بالای 40 تا بشه، ولی بالای 40 تا دیگه، 30 تا خیلی کمه مثلا. اگه بالای 40 تا بشه، من پیج اینستا هم اینجا گذاشتم، وسطای ویدیو هست، اینجا هم هست، اولای ویدیو هست، آخرای ویدیو هست، داخل کامنت هم اسمش گذاشتم. خیلی دوستتون دارم، تا درودی دیگر، بدرود.